مصیبت، سختی ها، گرفتاری ها آدم و از پا در نمیاره. ناشکری و ناسپاسی آدم و زمینگیر میکنه. دو تا اسلحه بیشتر نیست. در سختی ها اسلحه صبر و در خوشی ها و نعمت ها اسلحه شکر. در حقیقت یک اسلحه هست، فقط شکره. صبرم شکره. این که در سختی و مشکلات و مصیبت ها و آزمایش های سخت خداوندی ما زبان شکر داشته باشیم، کار خدا، شکر خدا، راضی به رضای خدا. در حقیقت انسان شاکر صبوره. انسان کم حوصله، بی طاقت هیچ موقع زبان شکر ندارد. کسی که طاقتش کمه، صبرش کمه، حوصلش کمه، زود از کوره در میره، کنترلش نداره. پروردگارا این همه نعمت را برای ما آفریدی. تو قادر و مقتدری، هر چی بگیم کم گفت. تو رب العالمین. تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست. الحمدلله رب العالمین.